سلام، به این ساعت خبر از یک خوش آمدید. مشروع خبرها: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که اجرای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن منوط بر پابندی دو طرف به تعهداتشان است. وی در جریان سفر به شهر قم و دیدار با شماری از مراجع تقلید گفت اگر امریکا به مفاد تفاهم نامه عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود پابند خواهد بود. پزشکیان همچنان از آزادسازی 60 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و افزود که این مبلغ از مجموعه 12 میلیارد دلار منابع مالی ایران در قطر به کشور بازگردانده خواهد شد. آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران یکی از مفاد تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن عنوان شده است. مقام‌های ایرانی پیشتر نیز اعلام کرده بودند که روند دسترسی به این منابع در چارچوب اجرای تعهدات دو طرف انجام خواهد شد. با وجود اعلام آمادگی ایالات متحده برای برگزاری دور تازه گفتگو با جمهوری اسلامی در دوحه، مقام‌های ایرانی هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کردند. این اختلاف روایت دو طرف ابهام‌ها درباره آینده این روند را بیشتر کرده است. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا برای شرکت در مذاکرات، راهی دوحه شده است. سخنگوی کاخ سفید افزود همزمان با نشست‌های مقام‌های ارشد، گفتگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز گفته است که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست ممکن است بسیار مهم باشد یا شاید هم نباشد، اما روند پرونده را مثبت ارزیابی کرده و بار دیگر تاکید کرده است که هدف واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. نشست دوحه شاید بسیار مهم باشد و شاید هم نباشد. باید منتظر نتیجه آن ماند. اما در مجموع روند این پرونده تا اینجا خوب پیشرفت است. از نظر نظامی نیز ما در موقعیت برتر قرار داریم و به باور من این پرونده به گونه تقریبی به پایان رسیده است. موضوع بسیار ساده است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و آنها نیز با این موضوع موافقت کردند. اما کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، تاکید کرد اعضای هیئت ایرانی هیچ دیداری با مقام‌های آمریکایی نخواهند داشت، موضوعی که با اعلام واشنگتن درباره برگزاری مذاکرات در دوحه در تضاد است. در طول هفته جاری ما هیچ برنامه‌ای رو برای برگزاری نشست گروه‌های کاری نداریم. البته میانجیگران با آمریکا در تماس هستند که بتونیم هم تاریخ و هم مکان رو تعیین بکنیم با در واقع فراهم شدن شرایط لازم. ما نشست گروه‌های کاری رو نداریم، پس ما مذاکره رو در دوحه در واقع نداریم چون اسم دوحه برده شده در رسانه‌ها و ظاهراً برخی از مقامات آمریکایی هم ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که در واقع به دوحه سفر می‌کنن. این هم ارتباطی با در واقع حضور هیئت‌های کارشناسی ایران در دوحه نخواهد داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات مستقیم با آمریکا در دوحه را رد کرد و گفت هیئت ایرانی برای پیگیری اجرای تفاهم به قطر می رود و گفتگوها تنها از طریق میانجیگران انجام می شود. او تاکید کرد مذاکرات درباره توافق نهایی هنوز آغاز نشده است. با این همه موضع‌گیری‌های اسرائیل در مقابل ایران نیز شدیدتر شده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده است که دونالد ترامپ با وجود مخالفت اسرائیل بر پیوند دادن مذاکرات آتش‌بس لبنان و ایران تاکید دارد و این موضوع را در راستای منافع آمریکا دانسته است. او همچنان گفته تا زمانی که حزب الله خلص‌طلب شود، اسرائیل از لبنان عقب نشینی نمی‌کند و هشدار داده در صورت شکست مذاکرات یا حمله ایران، اسرائیل آماده جنگ است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرده که هیچ دیدار میان هیئت‌های ایران و امریکا در قطر برنامه‌ریزی نشده است. به گفته او سفر هیئت ایرانی به دوحه تنها برای پیگیری تفاهم‌نامه موجود انجام می شود و ارتباطی با سفر نمایندگان آمریکایی ندارد. این در حالی است که دونالد ترامپ از سفر مذاکره کنندگان آمریکایی به قطر برای دیدار شاید مهم خبر داده است.
سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر در تماس تلفنی با مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع ایران درباره تحولات امنیتی و آخرین رویداد منطقه رایزنی کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران دو طرف همچنان درباره هماهنگی مشترک با توجه به شرایط امنیتی خلیج فارس گفتگو کردند. این تماس در حالی انجام شد که طی روزهای اخیر تنش‌ها میان نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس و سپاه پاسداران ایران افزایش یافته و آینده مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. دولت عراق به گروه‌های مسلح نزدیک به ایران تا 30 سپتامبر فرصت داده است سلاح‌های خود را تحویل دهند. بغداد اعلام کرده پس از این مهلت هر گونه سلاح خارج از کنترل دولت با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. این اقدام در راستای ادغام گروه‌های مسلح در نیروهای رسمی و همزمان با افزایش فشار آمریکا بر عراق انجام می شود.